درود. بریم برای پکیبلینگ فیفا پارت اول، قسمت اولش، یعنی اول پارت دوم میدادیم، پارت اول پارت دوم پارت سه هم میدادیم. و بریم برای پکیبلینگ خفن فیفا موبایل و ویدیو رو لایک کنین و در توتی فیفا پک بزنیم. یه پک 10 تایی میزنیم، 10 تا بازیکن و یه پک میگم توتی بزنیم یا اینو بزنیم. ما میخواییم توتی رو بزنیم 10 تایی و اول یکی میزنیم. بریم برای یکی، یه دونه بازیکن انیمیشن میره یا نه؟ نه نمیره. 110 نیکو ویلیامز و دومین پک توتی نیست. سه تاشو از این میزنیم، یه دونه ای و این هم انیمیشن میره. ایشالله خوب باشه. برازیل، پک چلسی 114 میده. دومین پک انشالله که خوب بده. این هم انیمیشن آزادی ماجن 114 اولی بود این پک. سومین پکه نکنم انیمیشن داره. بس 111 میریم برای بهترین پکمون 10,000 تایی. مطمئنم سابسکرایب میکنیم و بریم برای پک. خدا قوت کنه، انشالله خوب بده. بین 10 تا میره انیمیشن و احتمال زیاد میره. اوه 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 چی رو داد وای بر من 116 آیکون پشتش تای 115 ریاض محرزم که 108 و نکی هم خوبن. تای 115 و 116 رو گرفتیم. و بریم برای ترکیب گذاشتن. یک پک پویول هم بزنیم اینجا برای پارت اول خداحافظی کنیم. و 103 کافو هم داد اینجا. بری بذار تو ترکیب بعد خداحافظی کنیم. ترکیب زیاد خوب نیست. این کسایی که گرفتینه این رو میاریم توی خزانه چپ. اسمش یک جورایی بود، نمیدونم چی بود. و اولیا رو در وردیم در این پک. خوب بازی کن در وردیم واقعا. 214 115 214 116 دیمونا 110 شد راحت. و خدا نگهدار. سابسکرایب یادتون نره.